تو 25 آگوست 2001 هواپیمای آلیا خواننده معروف آر‌اندبی سقوط میکنه و اون جونش رو از دست میده. زمان آلیا تو اوج شهرت بود و فقط 22 سالش بود. بعد سالها افشای عکسای سقوط هواپیما باعث افشای این راز شد که آلیا رو بعد خوردن قرص خواب بیهوش سوار هواپیما کردن و اون نمیخواسته سوار هواپیما بشه. چون وزن آلیا و 7 نفر همراهش به همراه چمدون و وسایلی که برای فیلمبرداری آخرین موزیک ویدیوی آلیا خودشون برده بودن برای هواپیمای کوچیک 2 نفره بیش از حد سنگین بود. زمان افراد همراهش بعد اینکه خلبان همین موضوع رو داشته بهشون میگفته شروع به بحث با خلبان میکنن که آلیا از سردردی که داره شکایت میکنه و میگه حالش خوب نیست و برمیگرده به تاکسی. اما یکی از اعضای تیم میاد و بهش یه قرص میده و آلیا به خواب عمیق فرو میره. جسد آلیا تو فاصله 20 متری از لاشه هواپیما پیدا شد، در حالی که هنوز روی صندلی خودش بسته شده بود و به دلیل ضربه‌های شدید به سرش و سوختگی شدید جونش از دست داده بود.